دیگه با دیدن همچین صورت مسئله های نترس، بیا خیلی سریع نکات تلایش رو یاد بگیر. سوال گفته خمس ربع ثلث عددی 15 شده، اون عدد کدوم؟ خب میدونیم که خمس یعنی 1/5، ربع یعنی 1/4 و ثلث هم یعنی 1/3. حالا دوباره سوالمون رو میخونیم، یعنی 1/5 از 1/4 از 1/3 عددی 15 شده. هر زمانی که توی مسئله از داشتیم یعنی سریع بیا ضربش کن، پس یعنی 1/5 ضرب در 1/4 ضرب در 1/3. حالا صورت در صورت، مخرج در مخرج، که پاسخش میشه 1/60. حالا دوباره 1/60 از عددی که نمیدونیم چه عددی بوده، پاسخش شده 15. دوباره از داریم، پس یعنی دوباره باید ضرب بکنیم. 1/60 ضرب در یک عددی که نمیدونیم چند بوده، پاسخش شده 15. توی پستای قبلی گفتیم هر زمانی که یکی از عامل‌های ضرب رو نداشتیم، پاسخ ضربمون رو تقسیم بر عاملی که داریم میکنیم تا عاملی رو که نداریم به دست بیاریم، یعنی 15 تقسیم بر 1/60. حالا وقتشه که تقسیممون رو تبدیل به ضرب کنیم. پس اولی رو می‌نویسیم، تقسیممون رو ضرب می‌کنیم و کسر دوم رو معکوس می‌کنیم. دوباره 15 ضرب در 60، پاسخش میشه 900. 1 مساوی با 900 و از بین گزینه‌ها گزینه سوم میشه پاسخ سوال ما.